نمیدونم این ویدیو به کجا میرسه و چند نفر میبیننش، اما لازم بود که یه حرفایی رو بزنم. بعضی دردا شخصی نیستن، جمعیان، مثل درد وطن. اگه تو هم این روزا حالت خوب نیست، بدون که تنها نیستی. الان که یک هفته از قطعی اینترنت میگذره و بگم که بیشتر از همیشه احساس دلتنگی و دوری میکنیم. این ویدیو قرار نیست که یه تحلیل سیاسی باشه. فقط دلم گرفته بود و میخواستم که صحبت کنم و بگم که درد دلای من و شماست. توی این شرایط سخت هممون داریم میجنگیم برای حداقل ترین چیزها توی زندگی، برای ساده ترین چیزها، و باید بگم که ما ایرانی‌ها لیاقتمون خیلی بالاتر از این چیزاست. ما لایق بهترین ها هستیم. بارها پیش اومده که توی سفرم توی یه جمعی بودم، مردم دارن میزنن، میرقصن، میخونن، شادی میکنن، همو بغل میکنن، میبوسن، و اون لحظه من خودم رو تنها پیدا میکنم، تنها، و یه آه بلندی درونم میکشم که چرا مردم ایران نمیتونن اینجوری شادی کنن؟ چرا مردم کشور من خوشحال نیستن؟ با اینکه میدونیم که شادی چیه، و به جرئت میتونم بگم که مردم ایران شادترین مردم این دنیا. اگه که یه سریا اجازه بدن که ما شادیمون رو ابراز کنیم، به جرئت میتونم بگم که ایرانیان شادترین آدمای دنیا. چرا که از هر توریستی که اومده ایران و ازش پرسیدم، اینجوری بود که مردم شما چرا اینجوریان؟ چرا ایرانیان نخورده مستن؟ چطور میتونیم وقتی نوشیدنی الکلی نداریم بخوایم برقصیم؟ اصلا براشون غیر قابل درک بود این موضوع. یا تا الان توی این چند تا کشوری که من خودم به شخص سفر کردم، باید بگم که ما مردم ایران شادترین مردم هستیم، و این خیلی ناراحتم میکنه که میبینم مردم شاد، مردمی که یه زمانی شادترین آدما بودن، الان هر روز دارن افسرده تر میشن. از وقتی که سفرم رو شروع کردم اتفاقای عجیب غریب کم نداشته. مثلا وقتی که پاکستان بودم و بین پاکستان و هند درگیری بالا گرفت و 2 ماهی گیر کردم، نه مرز زمینی باز بود و نه پروازی در کار بود. یا وقتی که رفتم نپال و مردم نپال علیه حکومت خودشون قیام کردن، انقلاب کردن. یا الان که تایلندم، بین تایلند و کامبوج درگیری گرفته. یا در طول همین سفر که بین ایران و اسرائیل جنگ شد، 2 هفته دسترسی به اینترنت نبود. از اینجور اتفاقات زیاد بوده و باعث شده خودم بپرسم که چرا من هر جایی که میرم یه اتفاق عجیب میفته. یه حسی که چرا من ایرانی هر جایی که میرم این جنگ لعنتی هم دنبال من میاد. راستش دلیل اینکه این ویدیو رو گرفتم این بود که خواستم این مقدار صحبت کنم که خودم خالیشم، یعنی تا اینجا پر بودم. من با پارتنرم داشتم صحبت میکردم و هر چیزی که تو ذهن و دلم داشت میگذشت و همه اون پریشانگری ها که باش داشتم صحبت میکردم، و یه دفعه منو استاپ کرد، جلو منو گرفت، گفت که تمومش کن، حرف زدن درباره این موضوع تمومش کن. تو داری به من انرژی منفی میدی، فقط داری درباره این موضوع صحبت میکنی و عصبانیت تو و اون استراب تو به منم منتقل میکنی. و خیلی ناراحت شدم از این حرفش و اینطور بودم که اوکی، خارجی جماعت ما ایرانی ها رو درک نمی کنه. باید واقعا یه ایرانی باشی تا بفهمی که حال و روزمون این روزا چطوره. چون این آدم از توی فرهنگی اومده که چنین چیزی اصلا اتفاق نمیافته و همیشه کشورشون در صلحه و چنین چیزی واقعا غیر معموله. منم به عنوان یک جوان 24 ساله یه درکی از این زندگی که دارم تا الان، دغدغه‌های خودم رو دارم، شکایت‌های خودم رو دارم. یه نمونهش این که چرا پاسپورت ایرانی انقدر ضعیفه، چرا معتبر نیست، قوی نیست. من ایرانی که میرم اونجا، آفیسر منو نگه میداره، 40 دقیقه منو سوال جوابم میکنه، در صورتی که همه اروپایی‌ها با پاسپورتی که دارن در حد 2 دقیقه کارشون تمام میشه و میتونن قشنگ برن. این خیلی اذیتم میکنه. بارها سر این موضوع غرور من شکسته شده. یا اینکه منی که کارم گردشگریه و توی ایران به عنوان راهنمای گردشگری میتونستم کار کنم، اما انقدر شرایط سیاسی کشورم بی ثباته، تا تقی به توقی میخوره، همه چیز کنسله، پرواز کنسله، توریستی نیست. چرا؟ در صورتی که کشور ما همه چیز داره، ما بسیار غنی هستیم.
بعضی وقتا بهم حس ناتوانی دست میده، چرا که من اینجام و خانواده‌ام، دوستام ایران هستن و هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه حرف بزنم. تنها چیزی که توی این وضعیت میتونم بگم اینه که باید روحیه‌مون رو حفظ کنیم، به این صورت که یعنی کاری که من خودم به شخصه انجام میدم اینه که یه دفتر برمیدارم و دفترم هم اینجاست و توش مینویسم هر چیزی که تو ذهنم هست و توش خالی میکنم. یه مقدار به بهتر شدن حالم کمک میکنه. یا در روز در حد 20 دقیقه پیاده روی کردن. توی این شرایط هر چیزی که فکر میکنی حالتون رو خوب میکنه انجام بدین، چون که باید روحیه‌مون رو حفظ کنیم، چون باید ادامه بدیم. درد وطن فقط توی اخبارها نیست، درد وطن توی مکسامونه، توی لحظه‌هایی که بدون دلیل اشکامون میاد. متاسفانه داستان ما مردم خاورمیانه هیچ وقت تمومی نداره. یه غمی همیشه همراهمون هست که هر جایی که میریم همراهمون میاد. ما مردم خاورمیانه خیلی درد داریم، خیلی خسته ایم و فقط خودمون میتونیم همدیگر رو درک کنیم. امیدوارم که یه روزی هممون بتونیم بدون درد از وطن حرف بزنیم، بدون ترس، بدون غم. میگن که شادی یه احساس جمعیه. امیدوارم که شادی نصیبمون بشه، مخصوصا مردم خاورمیانه، افغانستان، ایران، چون که ما لایق بهترین ها هستیم. به امید روزهای بهتر، به امید آزادی.